حاضرین حال تقدیم شما کنیم بی امشو مدت کار رو انتخاب کردیم، یعنی حتی گروه انتخاب گروه سما که به خاطر اینکه یه شعر مناسب خاصی دارن تقدیم کنیم بی به مردم و تبریک کنیم بی در واقع ام کمیل جوباری ما آقای قاسمی موفق بیه. به همین منظور ما در خدمت هنرمند خوب ما آقای کاویانی در می که جواد کاویانی خوش صدا و دوستان آقای علیپور و گندمکار عزیز ما که دوتا رو زن، علیپور هم نیزن. بسیار عالی. این شما این مردمی که این بخش خاله دوست خواهش کنم. منم یه قطعی رو انتخاب کردم به کشتی حال است که یک کوتاه تقدیم کنم. قطعه کشتی حال تقدیم آوردم خدمت مردم عزیز مازندران. معمولا قدیم کشتی که گتنه ابتدا پهلوان وارد زمین بیه، نوازنده یه قطعه آروم میره شروع کرده به بزوئن و خب کشتی وقتی شروع بیه به محض هر طرفی یک دو امتیازی که گتنه مردم خب یمون جلو خب داور هی جرگه کرده مردم کنارشون دیگه نوازنده اساساً کشتیگیر ندیه. به محض اینکه این کشتیگیر زمین زو حریف خودشه مردم گفتن آقا دگاردن به این منظور که ملودی رو شاد کردن و این در واقع پیروزی رو به یه طوری با موسیقی اعلام کردن. در خدمت جواد کاویانی در می هنرمند خوب جوبار ما. آقا جواد در خدمت شما، یه سلام علیکم مردم بفرمایید. بله، به نام آن یکتا هنرمند که نام نیکویش باشد خداوند. بنده به نوبه خودم و به نوبه همه همشهریان خودم که اهل شهرستان جوبار بودن عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. هنرمند بسیار خوب ما که ما ارادت خاصی به شما داریم آقای محمدی جان و سلام گرم دارم خدمت تمامی همکارانتون که پشت صحنه دارن. خواهش کنم برنامه فیلم. خواهش کنم جناب کاویانی، من تا اونجا خبر دارم امیریای خیلی خوبی خوندینی بره از در واقع چه یاد بیتی یا سبک کسی پیروی کندی؟ نظر لطف شما خواهش کنم. من والله ابتداً خب اون اوایل زندگی خودم که از دوران کودکی در منزلی که بنده حضور داشتم اونجایی که گت بایم نزد پدر بزرگ من بیه بقول ما میشه گت پیر معلوم است. آره میگت پیر خونس بالای خیلی امیری من بنه جا از بدار من در خدمت دارم گوش کن بیاد تو از امیری از جناب کاویانی. چشم. که امیر باوته که کرد بردا گالش بردا خالی خنه و همون نس کرد آقای محمدی همون چوبونه که کرد بردا گالش بردا خالی خنه و همون نس دست چو کمر نی بمون نس همه بردنا جز خاطره بمون نس کرد گالش حامت ره بمون نس یعنی رد بای بکن بمون نس که رادر بهارا 5 روز پیتک گسبن می جلو آلم چقا چوتک برم چرادی کو اون کتک بخونم امیری دل دار منازک بخونم امیری دل دار منازک. چرا بکر
من ای قدر ندونست من شیاره ده هزار حیفی که زود بردار روزگاره ای جان علی شونی